ناکام شدن و رد شدن در تست رانندگی اصلا چیز عجیبی نیست. خیلی ها بار اول قبول نمیشن، اما مهمش این است که یاد میگیرن و بهتر میشن. با هر دفعه آزمون رانندگی تجربه طبعا بیشتر میشه، کانفیدنتت و اعتماد به نفست بالاتر میره و از اشتباهاتت طبعا درس میگیری. قبولی مهم است، اما مهمتر از او است که شما یک راننده خوب بشید و این را یادتان نره که یک مسیر یادگیری هستش. اگر رد شدی اشکال نداره، تو بهتر میشی، تو میتونی. More practice make you pro. اول از تجربه درس بگی، ببین سر چی رد شدی، روی همو کار کن. دوم، ناامید نشو. خیلی از بهترین راننده ها در دفعه اول قبول نشدن. و نکته سوم، به تست بعدی آماده تر برو. حالا میدانی که تست محیطش چه شکلی است، فضای تست چه شکلی است و در روز تست از شما چی انتظاراتی میره و استرستان هم کمتر میشه. اگر میخواین نکات بیشتری رو براتون بگویم که کمکتان کنه که تستتان رو پاس کنین، لطفاً فالو و شیر یادتان نره، همچنان لایک.